وارد گفتگو شدیم. قبل از گفتگو مثل همون ماجرای دکتر ظریف، من از امیرحسین تتلو هم پرسیدم که اگر چیزی میخوای که وارد بحث و گفتگو نشه بهم بگو، بالاخره حق مهمان هست. اما بازم جزو آدم‌هایی بود که تقریبا به همه سوال‌ها پاسخ صادقانه داد. اگر به گفتگو برگردید می‌بینید که حتی در مورد اینکه در مقطعی از زمان تحت پوشش کمیته امداد بوده، خودش مادر زندگی خیلی سختی داشتن، انقدر با حرارت از این مسیر پیشرفتش صحبت می‌کرد که شوق در وجود آدم برمیانگیخت. یعنی استنباطی که من از شخصیت امیر تتلو داشتم، از رفتار بدنش در طول گفتگو، از لحنش، فراز و فرود صداش، چون اون موقع ما یه سری کارشناس هم داشتیم در اتاق فرمان که این چراغ‌ها رو سبز و زرد و قرمز می‌کردن زیر تصویر. نمیدونم برنامه دید در شب دقیق یادتونه یا نه. همه اونها هم متحدن میگفتن که ایشون رو آدم صادقی در گفتگو ارزیابی تهران دارم به شما میگم. اون روزی که من با امیر تتلو قرار گذاشتم در استودیو، یک روز خیلی پرترافیک در تهران بود، وسط هفته بود و من در انتهای اتوبان ارتش در مجتمع رایزن قبلش یک سمیناری داشتم. زمان رو طوری تنظیم کرده بودیم که خب مثلا ساعت 8 شب با امیر جان قرار گذاشتیم توی استودیو برسیم. اولا که امیر تتلو بسیار آدم منظمی بود، برای اینکه حتی یه رو 20 دقیقه قبل از ساعت قرارمون به استودیو رسید و تماس گرفتن که آقا ما در استودیو هستیم. منم قرار بود اولین بار اصلا امیر تتلو رو ببینم، قبلش مراوده یا سلام علیکی با هم دیگه نداشتیم. ما در یک ترافیک شدید گیر کردیم و فکر می‌کنم با نزدیک به 2 ساعت تأخیر من به استودیو رسیدم. خب طبیعیه که مهمان میتونه ناراحت بشه، اصلا قهر بکنه، بره غرغر بکنه، اما واقعا امیر عزیز هیچ کدوم از اینا نبود. یعنی خیلی با روی گشاده گفت که خب پیش میاد دیگه، حالا توی ترافیک گیر کردید و نشسته بود و با بچه‌های استودیو هم عوامل فنی و اینها خیلی گرم گرفته بود. یعنی آدمی با EQ بالا، هوش هیجانی بالا، که اون تعدادی از کامرامن‌ها و عوامل پشت صحنه نشسته بودن دور و برش رو داشتن گل میگفتن و گل با هم دیگه داشتیم صحبت می‌کردیم. یک آدم معتقد، یک آدم خداترس، یک آدم صادق با EQ بالا، IQ بالا و انصافا هنرمند. طوری که خب ببینید هنرمند باید آدم‌ها رو جذب بکنه دیگه. علیرغمی که میگم من اصلا علاقه به سبک موسیقی آقای تتلو نداشتم، اما بعد از اون گفتگو گاهی بعضی ترک‌هاشو گوش می‌کردم، چون در ذهنم یک اتفاق مثبت نسبت به شخصیتش افتاده بود. چون معمولا میگم هنرمندها رو در لانگ شاتشون نگاه بکن، چون اگه